درود بر بینندگان و شنوندگان گرامی. شاه اسماعیل صفوی. قسمت اول. شاه اسماعیل صفوی فرزند شیخ حیدر و از نوادگان شیخ صفی‌الدین اردبیلی است. بعد از حمله مغولان به ایران، عرفان و صوفیگری در مناطق مختلف ایران به خصوص غرب کشور رونق گرفت. اردبیل محل ساخت و توسعه خانقاه‌ها شد. شیخ صفی‌الدین اردبیلی بزرگترین صوفی عصر خود بود که خانقاه اردبیل را ایجاد و در آن سکنی برگزید. نوادگان شیخ صفی‌الدین وارث خانقاه او شده و به واسطه او به جایگاه اجتماعی بالایی رسیدند. آنها به مذهب شیعه گراییده و آن را با عرفان و صوفی گرایی تلفیق کردند. همزمان بسیاری از آنان با پرورش و رواج سنت فدایی پروری ارتشی مجهز پرورش داده و آماده نبرد و جهاد شدند. شیخ حیدر پدر شاه اسماعیل با جذب ترکان آناتولی که از شیعیان صوفیگرا بوده و به صفویه ارادت داشتند، اردبیل را تصرف کرد و سپس به فداییانش حکم جهاد داد. او به سمت گرجستان و ارمنستان حرکت کرد و با حکومت مسیحی شروانشاهیان درگیر شد. در آن زمان آق‌قویونلوها قدرتمندترین حکومت منطقه ایران بودند. آنها که از قدرت گرفتن خاندان شیخ صفی می ترسیدند به کمک شروانشاهیان رفته و لشکر شیخ حیدر را شکست داده و او را هم به قتل رساندند. در زمان مرگ شیخ حیدر، شاه اسماعیل 1 سال بیشتر نداشت. او به همراه خانواده و برادر بزرگترش سلطان علی به فارس تبعید شد. بعد از چند سال سلطان علی که حالا صوفی الاعظم خانقاه اردبیل و رهبر خاندان شیخ صفی‌الدین بود، از تبعید رهایی یافت. میان وارثان سلطنت آق قویونلوها جنگ در گرفت و یکی از وارثان به نام رستم برای پیروزی بر سایر رقبا از سلطنت علی و طرفدارانش کمک خواست. سلطان علی و خانواده‌اش از فارس فرار کرده و به اردبیل آمدند. با کمک قزلبایشان صفوی رستم پادشاه آق قویونلوها شد، اما به زودی متوجه خطر صفویه شد و با کمک چند فرد سلطان علی را کشت. بعد از مرگ سلطان علی، برادر کوچیکش اسماعیل صوفی الاعظم اردبیل و وارث خاندان صفویه شد. او در آن زمان حدود 6 سال سن داشت و در خطر قتل یا اسارت بود. فداییان صفوی او را به لاهیجان فرستادند تا مخفیانه زندگی کند و در موعد مناسب به اردبیل بازگردد. اسماعیل در لاهیجان توسط کارکیا میرزا علی فرمانروای محلی دیلمان که شیعه و دوستدار خاندان صفوی بود پرورش یافت. او در لاهیجان به طرق صوفیه آشنا و برخی عقاید شیعه را فرا گرفت. پس از چند سال که اوضاع داخلی حکومت‌های محلی ایران به هم ریخت، اسماعیل به اردبیل بازگشت و از فرصت استفاده و تاجگذاری کرد و سلسله صفوی را بنیانگذاری نمود. شاه اسماعیل در زمان تاجگذاری فقط 13 سال سن داشت، اما با استفاده از هوش خود توانست سلسله آق قویونلوها را سرنگون کرده و در کمتر از چند سال سراسر ایران، قفقاز و حتی بصره و بغداد را به تصرف خود درآورد. اما آنچه باعث شد یک نوجوان 13 ساله بتواند ایران نوین را به وجود آورده و کاری کند که در طول 1000 سال پادشاهان بزرگی مانند مرداویج و عزدالدوله دیلمی و یعقوب لیث نتوانسته بودند به انجام برسانند چه بود؟
شاه اسماعیل صفوی از 3 سنت فکری و سیاسی اجتماعی بهره می برد: سنت شیعی، سنت عرفانی و صوفیگری و سنت ایران باستان. او با هنرمندی توانست این 3 سنت را با هم ترکیب و معجونی آماده کند که بتواند ایران را بعد از 1000 سال به یک کشور واحد سیاسی تبدیل نماید. او مقام پادشاه ایران را به عنوان نهادی مقدس احیا کرد. همانطور که در عصر ایران باستان پادشاه حافظ مذهب زرتشتی بود، شاه اسماعیل نیز شیعه را دین ملی اعلام کرد و شاه صفوی را به عنوان حافظ این دین ملی معرفی نمود. از طرف دیگر از طریق پرورش طریقت صوفیگری و آموزه انسان کامل توانست فداییان قدرتمندی پرورش دهد. او خود را مرشد کامل یا اعظم نامید. 7 قبیله شیعه و صوفیگرا که در آناتولی زندگی می‌کرده و به خاندان شیخ صفی ارادت داشتند، مجذوب آموزه و باور شاه اسماعیل شده و به ایران آمدند و با شاه صفوی بیعت کردند و بدین طریق حکومت صفویه رسما به قدرت رسید. شاه اسماعیل صفوی در بدو امر با مشکلات فراوانی روبرو بود. از زمانهای قدیم میان نیروهای دیوانی و نظامی حکومتهای ایران اختلاف بود. دیوان همیشه در دست فارسا و ارتش در دست ترکان بود و میان این 2 گروه نیز اختلاف دائمی وجود داشت. شاه صفوی از طریق پیوند مذهب شیعه و ملیت ایرانی این مسئله را حل کرد. او کشوری جدید با محوریت مذهب شیعه به وجود آورد که هم شامل تمام شیعیان از جمله ترکان، آناتولی و قزلباشان میشد و هم شامل ایرانی ها از جمله وزرا و دیوان سالاران می‌گردید. بدین طریق مشکل تاریخی قومگرایی و قبیله‌گرایی توسط شاه جوان صفوی از بین رفت و ایران بعد از سالها به یک ملک واحد و منسجم تبدیل شد. شاه اسماعیل پادشاهی عجیب بود. او بسیار زیرک و مطلع بود. مشهور است که عاشق شاهنامه بود و بسیار تاریخ می‌خواند. با این حال حکومتی که ساخت از برخی ضعف‌های تاریخی و مهم رنج می‌برد. او نهاد پادشاهی ایران باستان را احیا کرد، اما نتوانست ساختار سیاسی ایران را به طور کامل زنده کند. مقام وزارت به شدت ضعیف و اشراف نیز کم مایه بودند. از آن سو قزبلشان آنقدر قدرتمند بودند که می توانستند به راحتی قدرت را به دست بگیرند. شاه اسماعیل با بالا بردن مقام خود و انتسابش به فرع ایزدی توانست خود را رهبری معنوی معرفی کرده و قزلبشان را مطیع نگه دارد، اما بعد از مرگش مشکلات شروع شدند. جانشینان شاه اسماعیل از کاریزمای او برخوردار نبودند و به همین دلیل قزلباشان شروع به قدرت گرفتن کردند. از آن سو به علت غیبت نهاد ولیعهدی فرزندان شاه جذب قزلباشان شده و درگیری‌های داخلی شدت گرفت. حدود 50 سال بعد از مرگ شاه اسماعیل فرزندکشی، برادرکشی و پدرکشی در خاندان صفوی رواج یافت و اگر اقتدار شاه عباس و تغییر رویه او نبود، شاید سلسله صفوی زودتر از اینها از بین می رفت. مشکل دیگر شاه اسماعیل نسبتاً تند و باورهای اشتباهش بود. خوی او باعث شد قزلباشان بسیاری از مخالفان را اعدام کنند. بسیاری از اهل سنت را به قتل رسیدند. متاسفانه در برخی موارد اعدام‌ها بسیار سنگدلانه بود. برای مثال شاه اسماعیل دستور داد یکی از مخالفانش را تکه تکه کرده و
و گوشتش را میان قزلباشان پخش کنند تا آنها از آن تغذیه کنند. همچنین بسیاری از زندانیان در عصر او به سیخ کشیده شده یا پوست بدنشان کنده میشد. از این قساوت‌ها بسیاری از شاه صفوی دیده شده است. خیلی ممنون که تا آخر ویدیو همراه من بودید. اگر از این ویدیو خوشتون اومد لایک و سابسکرایب یادتون نره. خدا نگهدار.